به نام خدا. سلام بچه‌ها، امروز اومدم که با همدیگه یک نمونه سوال از فصل 5 حل کنیم. بچه‌ها این سوال راجع به قطر هستش. یادتونه که قطر چی بود؟ آفرین، میگفتیم از گوشه های یک شکل وقتی به هم وصل میشه قطر. درسته بچه‌ها؟ فقط بعد از یک گوشه به گوشه دیگه وصل بشه. خب بیاین از سمت چپ نگاه کنین ببینیم که قطر این شکل چی هستش. نگاه میکنم اول از همه گوشه های شکلم رو سریع مشخص میکنم. این از گوشه های شکلم. بچه به اینا زاویه هم میگیم، درسته؟ گوشه یا زاویه. خیلی خب، قبلا اینم یاد گرفتیم بچه ها. اگر دو تا زاویه به هم دیگه بخورن میگیم که یک قطر تشکیل میشه. دو تا گوشه به هم بخورن. الان من میتونم از این گوشه وصل بشم به این گوشه. این یک قطر این شکل من هست و دوباره از این گوشه وصل بشم به این گوشه. این هم یک قطر دیگه از شکل من هستش. درسته بچه ها؟ خیلی خوب. پس این شکل من چند تا قطر داره؟ دو قطر داره. بیشتر هم داره. شما میگید خانم از این گوشه چرا نمیریم این گوشه؟ بچه من اگه از اینجا برم اینجا که از روی زل گذشتم دیگه، قطر نیستش، زله. درسته؟ خیلی خوب. بریم سراغ شکل بعدی. با آبی میکشم. اول گوشه ها یا زاویه هاشو مشخص میکنم. خب حالا از گوشه ها به هم دیگه وصل میکنم. این از این، اینم از این. چند تا قطر داره؟ اینم دو تا داره. بچه این لوزی هستش که دو قطر داره. لوزی شبیه مربع هم هست. اگه برش گردونم میشه شبیه مربع. خب میگم از اینجا به اینجا برم چی؟ این میشه زل. پس از اینجا میرم به اینجا، دوباره از اینجا به اینجا برم زل. درسته؟ قطر میشه از گوشه به گوشه. خب این یکی رو ببینیم، گوشه هاشو مشخص کنیم. خب از این گوشه میتونم برم به این گوشه، این که میشه زل. از اینجا برم اینجا چی؟ دوباره اینم میشه زل. از اینجا بچه ها این همش زله که از هر گوشه برم اونور. پس این شکل من قطر نداره. نداره. آفرین. حالا ببینیم مستطیل رو با هم دیگه قطراشو بکشیم. با زرد میکشم براتون. اول گوشه هاشو مشخص کنیم. خب 4 تا گوشه یا زاویه داره. حالا بیایم گوشه هاشو به هم وصل کنیم. به این شکل، به این شکل صاف باید وصلش کنیم به هم. خب دیگه بازم داره بچه به اینجا از اینجا به اینجا، از اینجا نه دیگه نداره بچه، میره روی زلهاش. پس اینم دو قطر داره. قبول داریم بچه ها؟ خب